سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون رپشین. امشب اینجا اومدیم تا به آهنگ جدید کچی بیتس یا خشر SR گوش کنیم و بهش ریاکشن بریم. تازه اومده، یه ساعتی میشه فکر میکنم اومده. گفتیم داغ بگیریم. من آهنگا رو دارن شبا میدن آرتیستا، ما هم یه ذره خوابالوطوریم، شما به بزرگی خودتون ببخشید. بریم که این آهنگو گوش کنیم و بهش ریاکشن بریم. خب این آهنگ از پلتفرم رادیو جوان پخش شده و توی یوتیوب من نگاه کردم دیدم نیومده، پس ما هم از رادیو جوان گوش میدیم. اولین چیزی که میبینیم کاور کار هست که روش یه BMCD نوشته و بله یه ذره شطرنجی بایدم میشد، چون یه ذره مثل این که مثبت 18 و کسی که توی عکس شبیه کچی نیست. حالا نمیدونم چیه داستانش و عرضم به خدمتون که اسم آهنگ BMCD فیت ریری و اینکه بریم که با هم گوش کنیم و ببینیم چه خبره دیگه. Let's go. ببر منو کلاب ولی پاپ ولی پاپ ولی رو بیت کنم دراپ ولی دراپ ولی دراپ ولی چرا میزنی دراپ ولی ستاپ ولی ستاپ ولی نری به فاک دادی فاک دادی فاک ولی دافی drop it to the beat دافه پاچی جوسف. آقا خدایش این آهنگ برای این تایم، برای این وقت شب و توی ایران به نظرم نیست، چون این آهنگ یه کلاب و پارتی و این چیزا میخواد و اینکه بلندشی باهاش برقصی. واقعا ما اینجا ثابت نشستیم، یه ذره فقط میتونیم بدن رو یه تکونی بدیم و سرمون رو تکون بدیم. یه وایب باحالی داره، خیلی پارتی طوره دیگه. من موندم و حوزم خوب شد داشتیم زود رسید دافی drop it to the floor شاتامون همیشه پر پارکش کن همونجا تیکت ندیم نمیره کورد واو سیک میده بهم لیک فکر میکنن دریکه بزن سلامتی اونا که میکنن هیتد الکی به خب سیک میده بهم لیک فکر میکنم دریکه. اینجا لیک فکر میکنم بزیلی منظورشه که خودتونم میدونید دیگه، بزیلیک میگه خیلی وقتا، فکر میکنم منظورش بزیه و میگه که سیک میده بهم لیک بزالیتو و فکر میکنم که دریکه. بزن سلامتی اونا که میگن هیتت میکنن هیتت میگن هیتت هیتت میکنن، خودتون میدونید دیگه، خودتونم بعدم میگه میکنم تیک کرده کاری بکنی فردا بکنم فکر به تصویر تو همه من رو خطم اونم رو منه نورم تو کمه گورم تو گمه اونم تو فنه سویچم منو کلاب ولی پاپ ولی پاپ ولی رو بیت کنم دراپ ولی دراپ ولی دراپ ولی چرا میزنی دراپ ولی ستاپ ولی ستاپ ولی نری به فاک دادی فاک دادی فاک. خب به فکر ددی هم هستش. میبینید که ریبیت میخواد بکنه دراپ و میپرسه که چرا میزنی دراگ، بعد میگه stop daddy، بعد میگه نری به فاک daddy. اینجا یه سر ادوایس داره بهش میده و پایین ترم هی مثل که میخواد صداش کنه. بریم گوش کنیم به صداهای این خانم محترم. چه موزیکیه؟ یاد دیجی الگیتر افتاد. Baby drop it to the floor شاتمو هی بکن پر ببر بالا و پایین و بیا واسم بکن تورک میگه بشین روی بیت Baby ride it like a freak یه جور میدم که فرداش برام بخره دابل سی. خب اینجا رو ببینیم، یه تحلیلی بکنیم. ببر بالا و پایین و اینکه تورک میگه بکن واسم، میگم بشین روی بیت Baby ride it like a freak، یعنی فکر میکنم برونش یه جورایی که
انگار مثلا فریک عجیب غریب برون، یه عجیب غریب حالا توی لفظ میشه ولی کلیش یه لفظیه که میگه دیوونه بازی در بیاد. مثلا دردی روی 5 خط سفید نکنی اوور استاپ دردی نکشته فردا بشی سوبر ببری منو تو جت تاپ و ونکوور سگی دوست داره بهم میگه میام موره بهم میگه ساکت منم میگم فاکت دون پریو بذار توی آیس باکت همه بشن ساکت سر کارو فاکت بیا کنیم پارتی ایسا بیبی راکت پاپ پاپ رو بیت کنم دراپ 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 چرا میزنی دراپ استاپ استاپ نری به فاک فاک daddy fuck daddy 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 ببر منو کلاب daddy 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 ببر منو کلاب daddy daddy ببر منو کلاب daddy pop ببرش کلاب بابا آقا باریک چه کرده بود کچی. واقعا هر روز یه سبک جدیدی میاره توی هیپ هاپ. توی هیپ هاپ فارسی و رپ فارسی من همچین بیتی نشیده بودم. واقعا کار جدیدی بود و کلی لذت بردیم. آدم دلش میخواست که واقعا یه تکونی بده. اینجا ولی جاش نبود که حالا ما بخوایم کاری بکنیم. خیلی موزیک باحال و جدیدی بود، فاز خیلی بالایی داشت و آدمو هایپ میکرد. خواب ما رو پروندش حسابی. خیلی حال کردیم. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه، هم از موزیک هم از این ویدیو. شما هم هر نظر و پیشنهادی دارید راجع به این ویدیو و هر نظری راجع به این موزیک داشتین توی کامنت ها برای ما بنویسید. خیلی مخلصیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اینجا چنل خودتونه. حتما برای دوستاتون هم این ویدیو رو بفرستید و بگید که بیان ساب کنن. خیلی مخلصیم. فعلا.